ناحیه نورآباد در پرتو برنامه‌های بنیادکارانه حکومت جمهوری تاجیکستان و دیگر سرچشمه‌های مبلغ‌گذاری سال تا سال آباد و زیبا شده. مرکز مأموری ناحیه شهرک دربند محض از فیض و برکت استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان در پرتو دستور و هدایت‌های پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان بنیاد شده ایستاده است. این است که با کوچانیدن مرکز مأموری از منطقه زیراب شونده نیروگاه برقی آبی راغون دوام سالهای صاحب استقلالی بناکاران 27 بنای مأموری تشکیلات و اداره‌های ناحیوی را ساخته به استفاده دادند. سال جاری در پرتو برنامه‌های بنیادکارانه به استقبال جشن 35 سالگی استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان ساختمان دیگر انشاءات حیاتاً مهم خواجگی خلق از قبیل کاخ فرهنگ، کالج مهندسی، مؤسسه تعلیمی، باغ فرهنگ و دیگر انفراستراکچور ضروری در مرکز شهرک دربند ادامه داشته. همه این آبادانی را ساکنان از صلح و ثبات و استقلال دولتی منداد میکنند. در شهرک دربند ساختمان یک قطار انشاءات اساساً از حساب مبلغ‌های مؤسسه دولتی مدیریت منطقه زیراب شونده نیروگاه برقی آبی راغون مرحله به مرحله بنیاد شده ایستاده است. از جمله برای انجام کارهای ساختمانی در بینای مکتب اتومبیلی تشکیلات جمعیتی مددگار مدافعه در مرحله دوم مبلغ ضروری جدا شده است تا کارهای باقی مانده در بینای اساسی و دیگر انشاءات یاری رسان در مهلت پیش بینی شده انجام داده شود. در پرتو غمخوری‌های بشردوستانه پیشوای معظم کشور برای 22 عائله ضرردیدگان آفت طبیعی ساختمان خانه‌های استقامتی در عرفه انجامیابی قرار دارد. در شهرک دربند وقتی که آبادی را می‌بینه در حقیقت دلگشوده می‌شود. این دلالت از آن می‌کند که در تاجیکستان عزیز ما صلح، آرامی، پیشرفت، ساختمان، سازندگی همه مردم در زیر پرتو سیاستی جناب عالی، سیاست سازنده متحد شده به کارهای آبادانی رغبت پیدا کردند. در 20 سال اخیر آبادکاری تا جایی رسید که شهرک دربند شناخته نمی شود. در اینجا بیناهای حاضر زمان، بیناهای بلندآشیانه، راههای اسفالت پوش، درختایی که در اینجا سبزانده شدند، شناندن سبزکردن آسان نیست. این شهرک دربند با یک شهرک تبدیل یافته است که شباهیت به شهر دارد و پیشوای معظم ملت هم در یک سفری که در اینجا در اول سرشایی ساختمان این شهرک گفته بودند که من در اینجا برای شما شهرک نه شهری زمانوی میسازم و امروز در درون این باغ فرهنگی فراغتی میداره در حقیقت حس میکنی که باغ شهرک نه باغ شهر است. این همه نتیجه سیاست سازنده پیشوای معظم ملت است. در محله هفتم با جلب تشکیلات‌های پودرچی ساختمان بینای مؤسسه تعلیمی برای 640 نفر خواننده ادامه دارد. انشاءات تعلیمی از روی طرح معاصر و دیگر شرایط‌های ضروری برای تحصیل خوانندگان ساخته می شود، زیرا در این محله نوبنیاد بینای تعلیمی موجود نبود. با شرافت استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان در ناحیه نورآباد کارهای سازندگی و بنیادکاری از قبیل مفرشکنی راه‌ها، بنیاد مؤسسه‌های تعلیمی، بنگاه‌های طبی و تالار و میدانچه‌های ورزشی و دیگر انفراستراکچور برای ساکنان ناحیه نورآباد مهیا گردیده ایستاده است و امروز ما جوانان و ورزشگران و ما ساکنان ناحیه نورآباد شکرگزاری از همین فضای آباد و آزاد تاجیکستان صاحب استقلال میکنیم که محض پیشوای معظم ملت برای ما ساکنان مناطق کوهستان تمام شرایط امکانیت‌های مساعد را فراهم آورده ایستاده است. در دایره عملی شدن لایحه ساختمانی راه‌های داخل محله هفتم از جمله منفرش‌کنی راه‌های ماشینگرد و پیاده‌گرد و دیگر کارهای آبادانی را کارگران انجام داده ایستادند. مرحله دوم باغ فرهنگی فراغتی اساساً ساختمان بینای چایخانه ملی، قهوه‌خانه، نصب ارغنچک‌ها، بنیاد میدانچه‌ها برای بازی کودکان، شناندن درختان همیشه سبز و دیگر کارهای آبادانی را در مساحت زیاد از 3 هکتار در بر میگیرد
که در عرفه به استفاده دهی قرار دارد. همین طریق روند کارهای آبادانی به استقبال جشن 35 سالگی استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان روز تا روز وسعت تازه کسب نموده. همه این آبادانی به خاطر زندگی شایسته مردم روانه شده است. ایدیگولی محمود، دادرجان میرزازاده، برای برنامه اخبار از ناحیه نورآباد.